Let's explore, innovate, and create something amazing together. آنچه که در آموزش جاوا اسکریپت جلسه هفتم خواهید آموخت. آشنایی با عملگرهای جاوا اسکریپت، ساختار ایف در جاوا اسکریپت، متغیرهای سراسری و تغییر آنها در تابع و تمرین‌های تکمیلی که اساس کار ما در جلسه هشتم خواهد بود. سلام، بهزاد هستم. خوش اومدید به جلسه هفتم جاوا اسکریپت. امروز می‌خوایم در مورد عملگرها و همچنین ساختار ایف در جاوا اسکریپت صحبت کنیم. بنابراین یک سندباکس ایجاد کنید شبیه تمپلیتی که درست کردید. من اسمشو میذارم operators و if. وارد فایل جاوا اسکریپت بشید. ما چند نوع عملگر تو جاوا اسکریپت داریم. عملگرهای مقایسه‌ای و منطقی. با آنهایی که بیشتر سر و کار داریم کار رو شروع می‌کنیم. اولین عملگر مساوی هست، دو تا مساوی. این عملگر میاد چی کار میکنه؟ مثلا چاپ میکنیم console.log 5 آیا مساوی 5 هست یا نه. بریم ببینیم. وارد کنسول میشیم. میبینید که مقدار ترو رو آورده. این یک مقدار بولین رو به ما میده. آیا ترو هست یا فالسه؟ آیا درست یا غلطه؟ 5 مساوی 5 با دو تا مساوی نمایش میدیم. این دو تا مساوی به صورت غیر سختگیرانه داده ها رو بررسی میکنه. غیر سختگیرانه منظور چی؟ منظور اینه که اگه این 5 به صورت رشته‌ای هم باشه باز مقدار ترو رو برای ما برمیگردونه. اما یه عملگر دیگه داریم که 3 تا مساویه که به صورت سختگیرانه میاد بررسی میکنه. هم مقدار داده هم نوع داده رو بررسی میکنه. میبینید که مقدار فالس رو بهمون نشون داد. میگه مقدار رشته‌ای 5 برابر با مقدار عددی 5. میگه نه. درسته که مقدارشون یکیه اما از نظر نوع داده متفاوت هستند و فالسه. برای اینکه مقدار ترو رو نمایش بده باید هر دو از نوع رشته‌ای باشن. خب این عملگر 3 مساوی و 2 مساوی. ما سعی میکنیم بیشتر از عملگر سختگیرانه 3 مساوی استفاده کنیم. عملگر دیگه بررسی نابرابری غیر سختگیرانه است. مثلا مقدار رشته‌ای 5 علامت تعجب مساوی. این علامت تعجب معنی نقیض رو میده، معنی برعکس رو نشون میده. مقدار رشته‌ای 5 مساوی نیست با 5. خب غلطه. اینو میاد چجوری حساب میکنیم؟ میگیم آیا مقدار رشته‌ای 5 برابر با 5؟ بله. علامت تعجب مساوی. برعکسش چی میشه؟ خیر، فالس. آیا مقدار رشته‌ای 5 برابر با عدد 4 هست؟ اینو مساوی در نظر بگیرید. دو تا مساوی. آیا برابر با 4 هست؟ خیر. برعکسش چی میشه؟ بله. پس مقدار ترو رو برمیگردونه. حالا بیایم به صورت سختگیرانه این انجام بدیم. مقدار رشته 5 علامت تعجب مساوی 4. مقدار ترو رو بهمون نمایش میده. میاد بررسی میکنه. میگه آیا مقدار رشته‌ای 5 برابر با مقدار عددی 4 هست؟ خیر، نیستش. پس برعکسش، نقیضش میشه true.
آیا مقدار رشته عدد 5 برابر با خود 5 هست؟ خیر، چون به صورت سختگیرانه در نظر گرفتیم. این مقدار رشته‌ایه و این عددی، پس نقیضش میشه true. خب عملگر بعدی کوچکتر. آیا مقدار 3 کوچکتر از 5؟ درسته، مقدار true رو برمیگردونه. آیا کوچکتر مساوی 5؟ بله، مقدار true رو نمایش میده. آیا 3 کوچکتر از 3 هست؟ فالس، کوچکتر نیست، برابره. ولی اگه عملگر کوچکتر و مساوی رو بذاریم که به این شکل هست، مقدار true رو نمایش میده. همینطور مقدار بزرگتر. آیا 3 بزرگتر از خود 3 هست؟ خیر. آیا بزرگتر و مساوی هست؟ بله، مقدار true رو نمایش میده. خب تو این عملگرهایی که بهتون گفتم، عملگر مساوی غیر سختگیرانه، مساوی سختگیرانه، نقیض یعنی برعکس، کوچکتر، بزرگتر، کوچکتر مساوی و بزرگتر مساوی رو توضیح دادم. حالا برسیم به عملگرهای منطقی. عملگرهای منطقی چی هستن؟ به عملگرهای and، or و not عملگرهای منطقی میگن. حالا چی هستن این and و or و not؟ and یعنی و، or یعنی یا، not هم نتیجه یک شرط رو برعکس میکنه. مثلا console.log مقدار رشته‌ای نزنیم فعلا. مقدار 5 آیا کوچکتر و مساوی 5 هست؟ بله. عملگر منطقی و رو بیایم در نظر بگیریم. خب میگیم این داخل پرانتز بذاریم 5 با 5 کوچکتر مساوی 5 هست. درسته. بیا 2 تا شرط رو در نظر بگیر. 5 کوچکتر مساوی 5 و این عملگر and هست و 2 برابر با 2. میبینید که مقدار true رو برای ما نمایش میده. چی کار میکنه؟ قسمت اول رو نگاه میکنه. 5 برابر با 5 true باشه، مقدار true رو میاره پایین. true. و بعدی رو نگاه میکنه. 2 مساوی هست با 2. بله، این هم تروه. وقتی هر دو ترو باشن، مقدار ترو رو به ما نمایش میده. و وقتی هر دو فالس باشن، مقدار چی رو به ما نمایش میده؟ بیایم نگاه کنیم. خب آیا 5 کوچکتر مساوی از 5 تروه؟ ما بیایم اینو یه کاری کنیم فالس باشه. میزنیم 5 کوچکتر مساوی 3. مقدار فالس رو به ما میده. همچنین 2 برابر است با 6. این هم فالسه. این میاد هر دو رو با هم مقایسه میکنه. میگه آیا 5 کوچکتر مساوی 3 هست؟ فالس. آیا 2
برابر با 6 هست فالس. در نتیجه مقدار فالس رو به ما نمایش میده. پس عملگر و هر وقت هر دو عبارت ترو باشند مقدار ترو رو به ما نمایش میده. خب عملگرهای قبلی رو من کامنتشون کردم تا عملگر بعدی رو معرفی کنم. عملگر بعدی عملگر اور یا هست. این عملگر چی کار میکنه؟ اگه حداقل یکی از شرط ها ترو باشه نتیجه ترو رو به ما میده. میزنیم کانسول دات لاگ. خب دو تا عبارت رو داخل یک پرانتز می نویسیم. اولی رو میزنیم 2 مساوی است با 3 یا بازم توی پرانتز 2 کوچکتر از 3. عبارت اول 2 برابر با 3 چه مقداری به ما میده؟ مقدار فالس رو. مقدار دوم 2 کوچکتر از 3 مقدار ترو رو به ما نمایش میده. درسته دیگه، 2 کوچکتر از 3 هست. بله. عملگر یا چه کار میکنه؟ اگه فقط یکی از شرط ها ترو باشه مقدار ترو رو برمیگرد. دیدیم اینجا مقدار ترو رو برگردون. حالا اگه هر دوشون فالس باشن چطور؟ یعنی عملگر اول بنویسیم 2 بزرگتر از 3 که نتیجه فالس رو میده و همچنین 2 برابر است با 3 چه مقداری به ما نمایش میده؟ فالس. اولی فالس بود یا دومی هم فالس بود. چون هیچ ترویی در اینجا نیست پس مقدار فالس رو نمایش میده. عملگر بعدی عملگر نات میاد نتیجه رو برعکس نمایش میده. این رو هم کامنت کنم. عملگر بعدی رو ببینم. عملگر نات علامت تعجب یا نات. خب میدونیم که 2 کوچکتر از 3 هست و مقدار ترو رو نمایش میده. 2 کوچکتر از 3. این رو هم توی پرانتز بذارم. 2 کوچکتر از 3 مقدار ترو رو نمایش میده. عملگر نات رو قبل از این عبارت میذاریم. عبارت رو میذاریم توی پرانتز و نات رو میذاریم. نات نقیص هست، برعکس میکنه و میبینید که اینجا مقدار فالس رو نمایش میده. 2 کوچکتر از 3 نقیصش فالس. مثال دیگه بزنیم. این عبارت که اینجا گفتیم که مقدار 2 رفرش بزنم، اینم تو پرانتز بذارم که اشتباه نشه. توی استفاده از عملگرهای and or یا not حتما عبارات رو توی پرانتز بذارید تا اشتباهی پیش نیاد. اینجا داریم یکی از عبارات که 2 کوچکتر از مساوی هست ترو هست، پس نتیجه ترو رو به ما میده، عبارت یا. اما بیایم قبل همه اینها کل این عبارت رو بذاریم داخل پرانتز و بگیم نقیص این، برعکسش مقدار فالس رو به ما نمایش میده. یا در اینجا 2 کوچکتر از 3 ترو بود، بیایم بگیم 2 کوچکتر از 3 نقیصش که تروه بشه فالس. در نتیجه مقدار فالس رو به ما نمایش میده. این عبارت فالس، این عبارت هم فالس. با یا چون تروی نداریم مقدار فالس رو نمایش میده. خودتون سعی کنید این عبارت ها رو بیشتر کار کنید یا بذارید یک مثالی بزنم برای شما تمرین بشه. این پرانتز ها رو پاک کنم. خب این عبارت اگه داخل پرانتز بود یعنی 2 کوچکتر از 3 داخل پرانتز یا 2 برابر با 3 این هم توی پرانتز بود،
مقدار ترو رو به ما نمایش میداد، چون 2 کوچیکتر از 3 ترو بود. حالا اگه این پرانتز ها رو برداریم چه اتفاقی میفته؟ باز هم مقدار ترو رو نمایش میده. از سمت چپ به سمت راست میاد بررسی میکنه. آیا 2 کوچیکتر از 3 هست؟ بله، مقدار ترو رو میده. آیا 2 برابر با 3 هست؟ خیر، مقدار فالس رو میده. بین ترو و فالس یا گفته، چون حداقل یکیشون ترو هست مقدار ترو رو نمایش میده. حالا اگه 3 تا عبارت باشه بگیم یا 5 کوچکتر مساوی 6 مقدار ترو رو نمایش میده، یا بگیم 5 بزرگتر از 6 باز هم مقدار ترو رو نمایش میده. چرا؟ چون حداقل یک عبارت تروه. 2 کوچیکتر از 3 اولی ترو میشه، عبارت دوم فالس میشه. بذارید اف بنویسم، حالا فالس می‌نویسم، یا این هم فالس میشه. پس برای عبارت اور فرقی نمیکنه چه 6 تا عبارت داشته باشیم، 5 تاش فالس باشه، فقط یک دونه ترو باشه، مقدار ترو رو به ما برمیگردونه. این تا اینجا. بریم سراغ ساختار ایف در جاوا اسکریپت. ببینید ایف که به فارسی میشه اگر، برای مقایسه 2 یا 3 یا چند مقدار استفاده میشه. با استفاده از ایف و عملگرها ما میتونیم یک دستوری رو بررسی کنیم. ساختارهاش به این شکل است. ساختار ایف ساده می نویسیم عبارت کلیدی ایف اگر شرایط رو داخل پرانتز میزنیم، یعنی کندیشن ها، شرایط رو داخل پرانتز می نویسیم و اون بخشی که باید بیاد این کندیشن رو بررسی کنه و یک خروجی بده داخل آکولات میذاریم. حالا هر چیزی ممکنه باشه. پس ساختار ایف ساده به این شکله. ایف داخل پرانتز شرایط رو بررسی میکنی و داخل آکولات ها محاسبات یا دستور خروجی رو می نویسیم. ایف دیگه ای داریم که ساختارش این شکلی، بهش میگیم if else. می نویسیم if توی پرانتز شرایط رو میزنیم، کندیشن ها، آکولات باز و بسته، میاد اینجا کندیشن رو بررسی میکنه. اگه این کندیشنی که اینجا داریم درست باشه اجرا میشه. در غیر این صورت else، در غیر این صورت میاد، یعنی اینجا کندیشنی که فالس شده رو بررسی و محاسبه میکنه. این ساختارش. if شرایطی که داره، در غیر این صورت این قسمت از کد اجرا میشه. مثلا if شرایط 3 کوچکتر از 4 چه کار کن؟ console log مقدار it's true رو چاپ کن. در غیر این صورت else رو می نویسی آکولات باز و بسته، بنویس console.log it's not true is false. این رو چاپ کن. خب مقادیر قبلی رو من کامنت کردم که اروری بهمون نمایش داده نشه.
اومدیم گفتیم if کندیشن رو اینجا میذاریم، شرایط رو 3 کوچیکتر از 4. درسته دیگه، این تروه. پس میاد این قسمت رو چاپ میکنه console.log it is true. درسته. حالا اگه اشتباه باشه مثلا بزنیم if 10 کوچیکتر از 4. اگه کوچیکتر از 4 باشه میاد این رو اجرا میکنه، در صورتی که نیست پس else در غیر این صورت بیا این رو چاپ کن it's not true it's false. این رو زیاد تمرین کنید. حالا باز مثال بازم براتون میزنم. یه ساختار دیگه داریم if else if else. این چطوره؟ این رو هم کامنتش کنم. بعد اینجا تا اینجا کامنت بشه به این شکله. if شرایط رو اینجا میذاریم مثلا کندیشن 1 آکولات باز و بسته. اگر شرایط یا کندیشن درست باشد اینجا اجرا می شود. حالا هر چیزی که بین این دوتا آکولات گذاشتیم اجرا میشه. ممکنه چاپ باشه، ممکنه بگیم یه عبارتی رو به اضافه 1 کن یا تقسیم کن یا حالا هر چیزی و میگیم else if else if شرایط دیگه ای برقرار بود بجز این. شرایط اولمون برقرار نبود، شرایط دوم رو بررسی کن. آکولات باز و بسته. پس اگر شرط 1 یا کندیشن 1 غلط بود شرط یا کندیشن 2 رو بررسی کن. یعنی داخل این آکولات هر چیزی که هست اون رو اجرا کن. اگه این هم نبود در غیر این صورت، اگه هیچ کدوم نبود else در غیر این صورت این رو انجام بده. اگر هیچ یک از شرایط بالا برقرار نبود اینجا رو اجرا کن. ممکنه بنویسیم چاپ کن ارور یا چیز دیگه چاپ کن. بریم کمی عمیق‌تر بشیم.